Здравствуйте, брат Асхаб Тамаев. Меня зовут Хадиджа, мне 14 лет. Мы из Таджикистана, на данный момент проживаем в Москве, города Химга. دوستان عزیز السلام علیکم. چخیلی که نواری هم مادر دیدی من مراجعت میکنم به تمامی بلاگرایی که در مسکو مسکوسکی اوبلاست در آسیا در سرش قرار دارن. من نمیگم در همین مادر سون پارتوی رقمش در روی اکران التماس روی صد التماس روی از نزدیک ببینی حال همین مادر چیکار کنه کمکش کنه چون ببینی مادر خیلی از زورش اومده. من خیلی که اسکرین شات را پارتو فکر من بلاگرها پس دادن نیستم از خودم سرکاری تو چند کس مراجعت کردین اول یگان کس جوابش نگفته خود شیرین کنی نشم. من گفتمش که در سفر هستم یعنی در سفر هستم بیام باید کمک میکنم اما زورش اومده با بلاگرای چچن یعنی که در سرش با اصحاب تمایف همین خیلی شاید با دیگران مراجعت کنه با اون خاطر ببینه در حقیقتا بیمار است در حقیقتا چی میگن محتاج است در حقیقتا با پول با کمک نیاز داره التماس کمکش کنه. بعد پگر از ناموس تو نکنه که چرا با فلان جا مراجعت کردی با فلان مراجعت کردی نانگ ناموسی چی میگن توجیکو را پس میکنی. من همیشه خانه پرسیدمش مادر عزیز تو چرا مراجعت کردی با بلاگرها بیچاره اسکرین شات را روی کرد بسیاری بعد مراجعت کرده بوده یگان کس جواب نمیده. بلاگر عزیز ما یگان کس ما ابیاز نیستیم یگان نفر هر کدی ما سمیه خودمون زندگی خودمون البته داریم ما بعضی همین نگاه نکره 10% 20% در خدمت خلق مهاجر در زنای نیازمند در برادرای نیازمند که خداوند مشکلش آسان کنه در مهاجرت هستن کمک میکنیم اما گاه لیچکاتون خبر بگیره بیا کبر نکنیم. الله برکتون تیا شما را پس نزده ایستادم برادر عزیز میفهم راستیا قین حوز پلیوی مشکل است اما بعضی همین نگاه نکره گاه نیازمند را خبر بگیریم. یک بار التماس به خاطر خدا به خاطر ماه شریف رمضان به خاطر همین مادری که نیازمند است لایک کامنت تا فراموش نکنه و با بلاگرها همین نوارا پان کنه برسونه تا بروان از حال همین مادر چون خبر کنه مادر در طرف خیم کی است او حالش در حقیقتا بده. من خودم که در سفر هستم التماس میکنم از حال مادر خبر کنه. من نمیگم سوم پارتوی اول بری ببینید این رقمو فقط برای یافتن مادر آدرس مادر است التماس صد التماس که بعد مردمی که نیازمند است خداوند مشکلات آسان کنه بعضی مشکلات در با دیگه ملت ها خلق نبره چچن داغستان دیگه میدونم برادرای مسلمانان پروسو با خلق ما را دیگر خیلی میفهمن. الله مشکل مادر آسان کنه برادرای التماس بلاگرها خواهش میکنم از حال مادر خبردار شه ویدیو کنه با ما هم ساومس میگیریم پهن میکنیم مشکلی مادر ان شاء الله سرجم را حل میکنیم. الله مشکل همه ما را آسان کنه. السلام علیکم و رحمت الله.